کل کشور حاکم خواهد بود دیگه. دوشنبه 27 بهمن ما آسمونی صاف و آفتابی رو در بیشتر ایران حداقل برای یک هفته خواهیم داشت. تحلیل اینکه این چه ارتباطی میتونه با اتفاقات دیگه ای داشته باشه من نمیدونم، تحلیلش با خودتون. من صرفا قسمت هواشناسیش رو دنبال میکنم. اما یه گریزی هم بزنیم به خارج از ایران. در شرایطی که ایران تقریبا بلاک از قسمت جنوبی و این بارشایی هم که داریم میگیریم به دلیل بارشای سنگینیه که روی ترکیه داره اتفاق میفته و بیشتر از سمت مدیترانه است، ما در اروپا برفای بسیار سنگینی داریم، تقریبا بارشای 2-3 متری برف و تمام برفی که زمستون نیومد تو این رشته کوه آلپ همین 1-2 هفته قراره بیاد. شروع برف و سرما در اروپا از شنبه هستش 14 فوریه. عنوان مثال مونیخ در شمال رشته کوه آلپ در جنوب آلمان که همچنان یه آب و هوای نسبتاً کوهستانی رو داره در کل اروپا، شنبه با بارون شروع میشه ولی از شبش برف و سرمای زیادی. شنبه 14 فوریه شروع یک دوره سرد و برفیه برای اروپا. تقریبا یک هفته 10 روز به کوب برف داریم در جنوب اروپا، برفایی تا 2-3 متر در منطقه کورشول فرانسه. در همین تاریخ ما در لندن هوایی بدون بارندگی ولی سرد داریم. بریم یه نگاهی هم به کانادا بندازیم. کانادا امسال منطقه غربیش مثلا ارتفاعات ونکوور، معروفترین پیست اسکی کانادا در شمال ونکوور و منطقه به نام ویسلر با ارتفاع 3300-400 متر که این هر سال یکی از قطبای اسکیه، ولی امسال ویدیوهاشو من میدیدم برف شلاب و افتضاح. و در مقابل نیمه شرقی کانادا امسال بسیار سرد و برفی بود و ما از 14 فوریه شنبه یک افزایش دمای قابل توجهی رو در کل کانادا مخصوصا تورنتو و نیمه شرقی کانادا خواهیم داشت و برف خاصی هم من نمیبینم در کانادا. تقاضایی که دارم این روزا اعصاب و روان خودتون رو با دنبال کردن این اخبار لحظه‌ای خراب نکنید. به نشانه هایی نگاه کنید که از سالها قبل